تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته رضي الله عنهم ورضوا عنه وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر محمد مصطفی علیه الصلاة والسلام و علی آله و صحبه الکرام. و با عرض سلام و ادب شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حقجویان و منصفان از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی را که مشرف به خدمتون می باشم آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند به لطف و مرحمت خودش آن را بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید. و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن سخن خداوند است و بهترین رهنمود نبوی. در شرح سخن خداوند به فضل و منتش رسیدیم به آیه شریفه 35 از سوره مبارکه ابراهیم علیه ولا نبینا الصلاة والسلام. تلاوتش را بشنوید، بعد از اون ترجمه شعری و تفسیرش را. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. بیادار وقتی که گفتا خلیل که ای کردگار بزرگ و جلیل، گزیدم کنون مکه را در مکان، برایم نما شهری امن و امان. من و کودکان مرا ای غفور، خود از بت پرستی همی دار دور. همه پیامبران آمدند که مردم را از شرک، از بت پرستی دور کنند و همه شیادان و کذابان، چه در یهودیت، چه در مسیحیت، چه در تشیع و بعضا در تصوف، با غلو و امام سازی و شخصیت پرستی شرک قدیم را داخل دین
و دعوت پیغمبران کردند. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. این آخرین آیات در سوره مبارکه ابراهیم مجموعی از دعاها و خواستهای این پیغمبر عظیم الشأن پدر انبیاست. و قبل از اینکه وارد این مضمون این دعاها بشیم، بعد نیست که راجع به خود دعا اندکی توقف کنیم. دعا در همچنان که از روایات اسلامی واضح و روشنه، الدعا هو العباده، هی العباده، دعا عبادته. در بعضی از روایات دعا مغز عبادته، که در سندش حرفه این دومی، یعنی بارزترین چیز در عبادت دعاه و اصل عبادت هم دعاه، جوهر عبادت دعاه. پس دعا نماز و نماز دعا. اگر با همه حضور قلبت، با همه جوارحت خدا را دعا کردی چون که خواسته، در واقع داری یک نوع نماز میخونی. و اگر نماز درست خوندی، در واقع دعا کردی. و قال ربکم ادعونی استجب لکم. پروردگارتون به شما گفته که مرا بخوانید، نگفته علی را بخوانید، نگفته بگی یا علی یا حسین یا ابوالفضل یا زامن آهو یا رضا. اینا همه شرک مطلقه، شرکیه که انسان رو از ملت اسلام خارج میکنه. همه پیغمبران بر علیه چنین شرکی قیام کردن. و قال ربکم ادعونی استجب لکم. پروردگارتون میفرماد که مرا بخوانید تا شما رو استجابت کنم. یعنی دیگران نمیتونند استجابت کنن. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین. اونهایی که از بندگی من تکبر میورزن، خار و ذلیل وارد جهنم میشن. ولذا در سوره بقره آیه 186 میخونیم و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. اگه بندگانم ازت راجع به من سوال کردن، من نزدیکم. نگفت علی نزدیکه، نگفت نبی نزدیکه. خود اونا دعا میکردن، خدا رو میخوندن. علی نمیگفت یا خودم. فانی قریب، من نزدیکم. اجیب دعوت الداع اذا دعان. دعوت دعا کنندگان رو وقتی که دعا میکنن میپذیرم، ولیکن به شرطی که فلیستجیبوا لی، استجابت من بکن، حرف من رو گوش کنن. ولیؤمنوا بی، و من ایمان بیارن. لعلهم یرشدون، تا از راشدان و هدایت شدگان بشن. وقتی که بندگان به پروردگارشون ایمان درست میارن و استجابت خداوند میکنن، یعنی طاعت خداوند میکنن، وقتی او را میخوانند حتما دعاشون رو میپذیره، مگر اینکه دعایی باشه که مصلحتشون نباشه. ولذا خداوند دعاشون رو وقتی که نپذیره براشون پسنداز میکنه در آخرت. یعنی به هر حال خداوند دعای انسان رو میپذیره، دعای درستو. و در روایتی است که ان الله یحب الملحین فی الدعاء. خداوند کسانی را که در دعا اصرار میورزند، نه که یک بار دعا کرد گفت آقا من دعام پذیرفته نشد. کسانی که در دعا اصرار میورزند من اونها رو دوست دارم. خداوند از انسان میخواد که حتی بند کفشش اگه پاره شد از من خدا بخواد. کسی که خدا رو نمیخونه خداوند برش عصبانی میشه.
ولذا دعا مغز عبادته. دعا نماز دعای. ولذا وقتی که اگه بخواید نیرومندترین و قویترین شخص باشید، توکلت فقط بر خدا باشه. و اگر خواستید بی‌نیازترین و غنیترین مردم باشید، به آنچه که در دست خداست اطمینانت بیشتر از آنچه باشه که در دست خودته. و اگر خواستید مکرمترین مردم باشید، پروا پیشه باش، تقوا پیشه باش، از خدا بترس، خدا ترس باش. در روایتی اگرچه سندش ضعیفه لیکن معنیش درسته، لا ينفع الحذر من قدر ولكن الدعاء لا يرد. انسان هر چقدر احتیاط کنه تقدیر رو ادا نمی کنه، عوض نمی کنه، لیکن دعا تقدیر رو عوض می کنه. و هر چقدر شما زیرک باشید، هر چقدر احتیاط کنید، حذر از قدر باز نمی داره، لیکن دعا به اون چه که اومده به اون چه که نیومده تاثیر داره، سود میرسونه. اینجا یه سوال مهمی مطرح میشه. وقتی که یه پدر مهربان میبینه که فرزندش به یه چیزی بسیار نیازمنده، آیا پدر منتظر میمونه که پدرش سوال کنه؟ یعنی که قبل که سوال بکنه براش میاره؟ و خداوند از هر پدر و مادر مهربان تره. و علاوه بر این خداوند سمیع، بصیر، شنوای، بینای، ظاهر رو میدونه، باطن رو میدونه، سر رو میدونه، مخفی‌تر از سر رو میدونه. پس چرا از ما میخواد که ما او رو بخوانیم؟ ولذا اینجا استنباط میشه که هدف از دعا قضای حوائج نیست، بلکه هدف از دعا ایجاد ارتباط با خداونده. ولذا خداوند چه بسا کسی رو فقیر کنه تا به خدا رو بخونه؟ وقتی خدا رو خوندید باش ارتباط برقرار کردید و با این ارتباط به سعادت رسیدید، نیازتان برآورده میکنه. یعنی نیاز رو تو خداوند وسیله قرار داده برای ارتباط با او، ولی هدف برآوردن نیاز نیست، هدف ارتباط با خداونده. ولذا پیامبر میفرماید که فضل الله عباد الرحمن، ای بندگان خدا را بخوانید. یک بار نگفته منو بخوانید، مرا بخوانید، اصحابم بخونید، آل بیتم بخونید، هرگز. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا، وقتی که ابراهیم گفت که ای پروردگارا این شهر رو، مکه رو امن و امان قرار بده. ارزش امنیت رو کسی میدونه که اون از دست داده باشه. و ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة یأتیها رزقها رغدا من كل مکان. خداوند مثال میزنه یه شهری رو، یه قریه رو که در آرامش بود، مطمئن بود، رزقش از هر طرف می اومد. فکفرت بانعم الله، به نعمتهای خداوند کفر ورزید. فاذاقها الله لباس الجوع والخوف، خداوند لباس گرسنگی و ترس رو بهش پوشوند. به ما کانوا یصنعون، به آنچه که خود عمل کردند، خود انجام دادند. ولذا امنیت و آرامش نعمتی است که کسی قدرش رو میدونه که از دست داده باشدش. و ارزش امنیت رو کسی میدونه که اونو نداشته باشه، خدا نکرده. ولذا خداوند بر قریش منت میذاره، الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، از گرسنگی نجاتشون داد، از ترس براشون امنیت و آرامش آورد به جای ترس. یا در آیه دیگه و کیف اخاف ما اشرکتم، ابراهیم علیه السلام میفرماید
ولا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل به علیکم سلطانا. چطور من بترسم با آنچه که شما شرک ورزیدید و انتم و شما لا تخافون نمی ترسید آنچه که شرک به خدا ورزیدید در صورتی که خداوند هیچ دلیل نازل نکرده. گویا که این آیه رو خداوند امروز برای شیعیان مخاطب قرار میده که ائمه رو جای خدا نشوندن. ما لم ينزل به علیکم سلطان، خداوند هیچ دلیلی نازل نکرده برای این کارهایی که انجام میدن، چه در قدیم چه در جدید. فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون. کدوم گروه به امنیت و آرامش سزاوارتره اگه شما میدونید؟ بعد خودش جواب میده الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم. اونهایی که ایمان آوردند، ایمان توحیدی، نه ایمان شرکی، نه ایمان امامتی، نه ایمان رافضی، نه ایمان پر از خرافات. ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، و ایمانشون رو ملبس به ظلم نکردن. ظلم در اینجا معنی شرکه. چون این کسانی اولئک لهم الامن و هم مهتدون، چون این کسانی برشون امنیت و آرامش هست و اینها اهل هدایت شده. نعمت امنیت اینه که شما هیچ توقع هیچ مصیبتی رو نداشته باشید، برای که توقع مصیبت بزرگتر از خود مصیبته. این که توقع مرض داشته باشید از خود مرض بدتره. این که توقع فقر داشته باشید از خود فقر بدتره. و ارزش آرامش و اطمینان و جز مؤمن نمیدونه. خداوند جل جلاله و امنواله تندرستی رو، زیرکی رو، مال و جمال رو به بسیاری از مخلوقاتش میده، لیکن آرامش قلبی رو به اندازه خودش جز برای مؤمنان خالصش نمیده. اگر انسان زندگی داشته باشه بدون هیچ مصیبتی، لیکن این زندگی پر از مصیبت هاست، مگه میشه در این دنیا کسی بیغم نباشد؟ اگر باشد بنی آدم نباشد. سلامت هستید باید امنیت داشته باشید. آرامش و امنیت از نعمتهای با ارزش خداونده. لیکن اگر حتی مؤمن به اندازه سر انگشت ظلم بکنه، این نعمت بزرگ الهی را که در قلبش هست، آرامش اینو از دست میده. آیا دنبال یک قانون و قاعده میگردی برای امنیت و آرامش؟ از ظلم برحذر باش. اگر مردم ظلم کنید، اون که زیر دسته، همسرته، مشتریته، خداوند این امنیت رو از دلت میگیره، دلت خالی میشه، پر از پریشانی میشه. اون وقت که از همه چیز میترسه. ولذا خداشناسی، توحید نعمت دنیا و آخرته. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام. ای پروردگارا، این شهر رو بهش آرامش و امنیت بده و مرا و فرزندان مرا از بت پرستی دور نگه دار. یه دعای دیگه. این پیغمبر بزرگوار که ابوالانبیاء از شرک به خداوند میترسه، از اینکه بت پرستی دوباره رایج بشه. و بت پرستی امروز دلار شده، بت پرستی امروز امامت شده، قبرهای صالحان شده. هر شهوت و رغبتی که انسان داشته باشه یه بته. و هر آنچه که غیر خدا را بپرستید، عشق بهش بورزید، اون یه بته. ولذا خداوند فرماد که در سوره جاثیه آیه 23: افرأیت من اتخذ الهه هوا. میبینید کسی که هوا خودشو، شهوت خودشو خداش قرار داده، یعنی پیرویش میکنه. و ضله الله علی علم، و با وجودی که علمی که داره خداوند گمراهش کرده، و با گوشش و قلبش و چشمش خداوند مهر زده.
پرده زده. فمن یهدیهم من بعد الله، بعد از خدا کیست که کسی رو هدایت کنه؟ افلا تذکرون، آیا پند نمیگیرید؟ اینی که تابع شهوتشه، تابع مقامه، تابع پوله، تابع موقعیته، به قول امروز فرصت طلبه، فرصت شناسه، این هواپرسته. اگرچه از توحید هم حرف بزنه. ولذا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود تعس عبد الدینار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخمیسه. بدبخت پول پرست، دینار پرست، درهم پرست، لباس پرست. این روایت بخاری میاره. هر کسی رو که غیر از خدا اطاعت کنید اونو بت قرار دادید، چه مادی باشه، چه معنوی باشه، چه شهوت مخفی باشه، یا اینکه حب ظهور داشته باشید که همه جا پشت میکروفون باشی، همه جا تلویزیون باشی، دلت اینجوری بخواد. حب مال یه بت پرستی است. حب قدرت، حب مقام یه بت پرستی است. شهوت، حب شهوت یک بت پرستی است. و جنبنی و بنی ان نعبد الاصنام. ای انسان، تو یک اله دارید، لا اله الا هو، هیچ معبودی جز او نیست، معبود حقیقی. تنها حقیقت بزرگ در این کائنات اوست و بس. ببینید پیغمبر عظیم الشان فقرشو چطوری در مقابل اون اظهار میکنه. وقتی شما فقیر دربار خدا باشید بدون که غنیترین مردمید. وقتی که از خدا بی‌نیاز شدید بدون که فقیرترین مردمید. و مالی سوا فقری الیک وسیلتون فبالافتقار الیک فقری ادفع. ای خدایا، من جز نیازم به سوی تو وسیله‌ای ندارم و با این نیازمندیم به سوی تو فقرم رو دفع میکنم. و مالی سوا قرئی لبابک حیلتون فاذا رددت فای باب اقرأ. من جز زدن در تو هیچ راهی ندارم، اگه مرا برانید کجا در بزنم؟ ولذا تنها و تنها فقیر و نیازمند دربار خدا باش تا تو را از غنی‌ترین مردم قرار بده. از خدا اگه بی‌نیاز شدید فقیرترین فقیران میشید. هر کسی بر خودش توکل کنه، به خودش به اصطلاح اعتماد نفس داشته باشه و خدا رو حساب نکنه، خداوند اونو به خودش میسپاره. ولذا این پیغمبر عظیم الشأن از خداوند میخواد که از بت پرستی او رو دور نگه داره، برای اینکه بدبختی بزرگی درش هست. بت پرستی، پیر پرستی، امام پرستی، قبر پرستی، مرجع پرستی، شقاوت دنیا و آخرت درش هست. انسان به شقاوت نمیرسه مگه اینکه به نحوی از آنها غیر خدا را عبادت بخونه، بگه یا علی، یا حسین، یا حسن. بلکه غیر خدا مالک هیچی نیست، نه نفی دستشه، نه ضرری دستشه، نه زندگی، نه مرگ، نه حشر، نه تجلی، نه سعادت، هیچ. اگر چیزی دستش می بود خودش نمی مرد. و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه، لقمان حکیم، لقمان پیغمبر علیه و علی نبینا الصلاة والسلام فرزندش رو موعظه میکنه، بهش میگه که یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. با خدا شرک نورز، شرک ظلم بزرگیه. بزرگترین ظلم اینه که شما حق خدا رو بندگان بدهید. بزرگترین ظلم اینه که شما به خدا شرک بورزید. امنیت و آرامش نعمت دنیاست و توحید، خداشناسی، یکتاپرستی نعمت دنیا و آخرته. و اذ قال ابراهیم،
اینجا از به من اذکر یعنی یاد بیاور. بعدش ابراهیم اینجا نمیگه الله، میگه رب، نمیگه یا الله، بلکه خدا. اینجا خداوند ابراهیم دعاشو به دربار خداوند مربی میکنه، خداوندی که خالق و مربی است، و لذا میفهمد که ربی، نفرمود که الهی، بلکه عطای الهی تکلیف، امر و نهی، عبادت. و در مقابل تکلیف شما آزادید که انجام بدید یا انجام ندید. و اقیموا الصلاة، نماز بخونید. شما میتونید نماز بخونید، میتونید نخونید. اما نعمتهای ربوبیت، عطای ربوبیت، عطای پروردگاری چیزیست که زندگی مؤمنان و غیر مؤمنان در بر میگیره. و خب این مسئله ابراهیم همجوری نیامده اینجا. و اینجا قرآن نازل شده. اولی کسانی که قرآن رو میشنون سروران قریشن، اونهایی که خامنه‌ای زمان بودن، قدرت جزیره العرب داشتن. هیچ کسی جرأت این نمی‌کرد که به قافله اونها تعرض کنه در تابستان، در زمستان. وقتی به شام میرفتن، به یمن میرفتن. چون این هیبتی را از کجا گرفته بودن؟ از پردهداری خانه خدا. ابرهه زمان که خامنه‌ای باشه امروز، همین هیبت رو از راه قبرها به دست میاره. ورزهیب قبر میتراشند. و اینجا خداوند سبحانه و تعالی از نعمت عمومی حرف میزنه که هر کسی که روی زمین صدای اسلام میشنوه، دعوت اسلام به سراغش، یعنی طرف خطابشه، و بعد از این نعمت عمومی خداوند سبحانه و تعالی از نعمتی حرف میزنه که مخصوص اونهاست. رب اجعل هذا البلد آمنا. همین جمله در سوره بقره به اسلوب دیگری اومده. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا. فرق بین بلد و البلد اندکی نیاز به شرح داره. وقتی شما گفتی بلد یا شهر، یعنی که اینجا شهر نبوده. ابراهیم علیه السلام دعا کرده، بعد شده یک شهری مطمئن با آرامش. کسانی که اینجا اقامت میکنن نیازهاشون رو برآورده بشه، وسایل رزقشون میسر بشه. و همچنین دعا شامل امن و امنیت و آرامش هم میشه. چیزی نباشه که امنیتشون رو تهدید کنه، وسایل رزقشون رو تهدید کنه. خداوند دعای ابراهیم پذیرفت. صحرای لم یزرع رو، صحرای خشک و هیچ آثار زندگی درش نبود، یه شهر امن‌ترین شهر دنیا قرار داد و یک امان عمومی براش قرار داد. انسان در هر جای دنیا که بخواد بشینه معمولا جایی رو انتخاب نمیکنه مگر اینکه اسباب امنیتش و اسباب زندگیش فراهم باشه. این در هر جای دنیا مطلوبه. لیکن ابراهیم علیه السلام این دعا رو وقتی میکنه که این شهر یعنی مکه وادی غیر زیزرعه، هیچ آثاری از زندگی درش نیست. ولذا دعای ابراهیم و خداوند در سوره بقره ذکر میکنه. ولذا اینجا الان این شهر شده، این صحرا شهر شده. و دعاش به امنیت دوم، این امنیت خاصیه، آرامش خاصیه. مثلا
در هر جای دنیا شما میتونید عموما شرعاً هیچ مانعی نیست درختی رو بکنید، چیز رو شکار بکنید، لیکن اینجا یه امنیت خاصی داره. حتی مکه مکرمه درختش نباید بریده بشه، حتی حیوانی که در اونجا هست نباید شکار بشه، حتی کسی که جرمی انجام داده اونجا مادام که داخل حرمه نباید بهش دست زد. اینجاست که تفاوت دعای اول راجع به امنیت و دعای دوم مشخص میشه. دعای اولی دعای امن عمومیه، دعای دومی دعای امنیت خصوصیه برای مکه. امنیت عمومی در هر شهری لازمه، لیکن در جایی که خانه کعبه هست، بیت الله الحرام هست، امنیت شامل همه کائنات میشه، درختها، چوبها، حیوانات. بعضی سطحی نگرا ها میگن که مادامی که خداوند خانه کعبه رو حرم امن قرار داده، چرا بهش تعدی میشه؟ یه موقع شیعه ها میان اومدن خانه کعبه رو حمله کردن، 70,000 حاجی رو کشتن و چاه زمزم پر از حجاج کردن، اجساد حجاج. حجر اسود رو دزدیدن با خودشون بردن بحرین اون روز. اینجا باید امر خدا رو شناخت. این امر چیه؟ آیا این امر کونی و تقدیریه یا امر تکلیفیه؟ این امر تکلیفیه، امر شرعیه. یعنی شما ای مسلمان ها امنیت اینجا رو برقرار کنید. و هر امر تکلیفی رو انسان میتونه انجام بده، میتونه انجام نده. و اما خداوند وقتی میگه و من دخله کان آمنا، کسی که داخل شد در امانه، یعنی دینداران، کسی که داخل این خانه خدا شد امنیتشو برقرار کنید. پس تفاوت بین یک امر تکلیفی و بین یک دستور تقدیری و کونی. و جنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، این در داخلش اشاره به اینه که چه بسا خانه کعبه در آینده بتخانه بشه، همچنان که عمرو بن لحی وقتی رفته بود شام بت آورد و داخل خانه کعبه گذاشت. خب کسی بگه خب ابراهیم که معصومه، چطور همچه دعایی میکنه بر خودش که از بت پرستی خدا دورش کنه؟ آیا اسمت مانعی میشه که انسان اون نعمتی رو خدا بهش داده، نعمت توحید، بر دوامش دعا بکنه؟ من شما امر تکلیفی رو از خدا دریافت میکنم. یا ایها الذین آمنوا بالله و رسوله، ای کسانی که ایمان آوردید ایمان به خدا و رسول بیارید. یعنی برای این ایمان استمرار داشته باشید، دوام داشته باشید. خداوند جل جلاله به زبان پیامبر شعیب علیه النبی صلی الله علیه و آله میفرماد که قد افترینا علی الله کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد از نجانا الله منها. بعد از اینکه خداوند ما رو از بت پرستی شما نجات داده، اگه بازگردیم بر خدا افترا بستیم. و ما یکون لنا ان نعود فیها، شأن ما نیست که ما دوباره به این بت پرستی برگردیم. الا ان یشاء الله ربنا، مگر اینکه خداوند چیزی رو بخواد. اینجا در این قول ابراهیم تضرع زاریه پیش خداوند منعم که نعمت ایمان رو براشون دائم نگه داره. و این دلیل بر اینه که قدرت مطلق دست خداونده. و جرمنی و بنی ان نعبد الاصنام، بت صنم داریم و وثن. صنم بت مرئیه، وثن بت غیر مرئیه، مثل امام زمان بت غیر مرئیه. و بعضی ها میگن که بتی رو که به شکل انسان باشه این بته، اگر به شکل سنگ و غیر ذالک باشه وثنه.
و دعای ابراهیم علیه السلام وقتی که دعا میکنه که خداوند او و فرزندانش رو از بت پرستی دور نگه میداره، معنیش اینه که ما و شما بیش از دیگر اونها از بت پرستی بترسیم و معنی بت پرستی رو بدونیم که امامت کلان یه بت پرستی است. هر غیر خدا پرستی و هر شرکی یک بت پرستی و بر خودش و فرزندانش. مقصودش از فرزندانش کسانی هستند که به درجه رسالت میرسند، نبوت میرسند مثل خودش. بلکه بعضی از فرزندان ابراهیم حتی بت پرست هم شدن. و این کلمه ابنا رو، فرزندان رو، جای دیگه توضیح میده. و ابتلا ابراهیم ربه و ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. خداوند ابراهیم رو مبتلا کرد به کلمات، امتحانش کرد، اونها رو به اتمام رسون. خداوند فرمود که من تو رو پیشوا قرار میدم، امام قرار میدم. یعنی حیثیت امامت و پیشوایی ابراهیم علیه السلام اینه که همه تکلیفی را خداوند در گردنش گذاشته به تمام و کمال، به دقت و امانت رعایت کرده و این دستور خداوند در مخلوقاتشه. ولذا نباید هر کسی رو که شایسته کاری نداره اون کار رو بهش بدهید. ولذا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می‌فرماد که اذا ضیعت الامانه فانتظر الساعه. وقتی که امانت ضایع شد منتظر قیامت باشید. یکی سوال کرد که موعد قیامت کیه و ضایع شدن امانت چیه؟ فرمود که اگر امر به غیر اهلش، به غیر شایستگان داده بشه منتظر قیامت باشید. همچنان که در هر جا تشیع گام نهاده اینو به شکل واضح‌تر از جا دیگه می‌بینید. بلکه هر امری رو که به غیر شایستگان بدهید اون افساد در زمینه، افساد در هستی است. بلکه اصل اینه که انسان امر رو، هر کاری رو به شایستگان بده تا اون کار رو به تمام و کمال به خوبی انجام بده. وقتی شما چیز رو بدی رو انتخاب میکنید، اون کارمند، اون مدیر، اون وزیر اسوه بدی میشه برای دیگران و این مرض منتقل میشه به جامعه. و در ایران آخوندزاده به خوبی اینو متوجه و به چشم سر میبینیم. اما اگر یک انسان لایق و شایسته رو شما سر جا خودش بگذاری، همه چی با میزان عدل سنجیده میشه. شما فرضاً میبینید کسی که مثلا در سعودی بوده دیده دست دوزو میبرن، این کسی که دیده دست دوزو میبرن آیا این شخص دوزی میکنه دوباره یه شخص دیگه که اونا رو میبینن؟ این معنیش نیست که جریمه رخ بده، معنیش اینه که جریمه رخ نده. اصلا بعضی سوال میکنن از نادانی، خب شما که میگی لا اکراه فی الدین، چطور اینجا اکراه میکنید؟ آقا لا اکراه فی الدین قبل از اینکه داخل دین بشید. وقتی داخل دین شدی شما حق نداری بگی من نماز قبول دارم یا ندارم، روزه قبول دارم یا ندارم، هرچه دلت بخواد. دین دل بخواهی نیست. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. ببخشید که امروزی خورده طولانی شد. بریم سراغ کلیپ هاتون. ایشون میگه که صدا خرابه. پیش من بد نیست صدا، پیش من بد نیست.
استاد خواهش میکنم صدا در برنامه زنده رو درست کنید. حالا 1 ماه گذشته هر شب صدا مشکل داره، من نمیدونم چرا نمیشه صدا درست کنم. کم خب نداری، مهندس نداری، بسیاری چیزها درست شده. ویدیوی دیگر از درگیری مرزی نیروهای نظامی ایران طالبان افغانستان. از لحظه درگیری طالبان افغانستان و پاسگاه مرزی ایران، در این درگیری طرفین از سلاح سنگین و خمپاره استفاده کردند. این درگیری شدید مسلحانه با تبادل آتش سنگی به مناطق روستایی نیز کشیده شده. ایران میگه که طالبانن که شروع کردن، طالبان میگن که ایرانن. البته ایران در دروغ گفتن که رژیم ایران سرآمد ویدیو لحظه شلیک RPG نیروهای طالبان افغانستان پایگاه مرزی. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. جنگ شر، خدا از جنگ نجات بده. شروع جنگ آسانه لیکن جلوگیریش خیلی سخته. خدا جنگ و فتنه نجات بده. آقای ابو خدیجه یه شعر فرستادی که نیروهای پشتیبانی طالبان به سمت مرز حرکت کردند. پس از تداوم درگیری مرزی نیروهای نظامی ایران و طالبان افغانستان این گروه نیروهای پشتیبانی خود را به سمت مرز اعزام کردند. چند روز پیش سفیر ایران گفت که ما در رسمیت شناختن طالبان عجله کردیم. شما که هنوز رسمیت نشناختینشون؟ آقای سلطان سلیم بریم پرده آخر. محارب کسیه که شمشیر و اسلحه بکشه بیفته بین مردم، راه ها رو ببنده، دزد سر گردنه بشه، مردم رو اخافه کنه، نه فلان پایگاه رو. کسی که امنیت و آسایش مردم رو سلب کنه، یعنی یه جوری در تهران عمل بکنه که زن و بچه مردم دیگه بترسن از خونه بیان بیرون، شب تو خونه خوابیده بگه الان میرزه سر ما رو میبره. این میشه محارب. مثل سپاه محاربه. یعنی بی‌حیایی هم حدی داره، یعنی خجالت بکشید، هر چی دلتون خواست میگید، هر کاری هم دلتون میخواد میکنید، هر کم یه انقلت بیاره بیارید اقدام بند خودم. این میگذره این قصه. شما بنا نیست بمونید، همیشگی نیستید. هیچ دولتی و هیچ سلطانی همیشه نموند. بله.
شب و روزگار خوش. پرده آخر محبشانت نور و سگ او کند. ولی بریم پرده آخر. بریم. چی کار میکنی؟ طرف ما رو دعوت کرد روزه، رفتم روزه میبینم هیچکی. گفتم مهمونا نیومدن؟ گفت مهمون نداریم. گفتم من برای کی روزه بخونم؟ گفت خودم هستم، خانومم هست، 2 بچه‌ام هستن. اخلاص داشته باش حاج آقا، حتما باید جمعیت باشه، پاکتش هست. گفتم خب همین مهمه. حالا این همه جمعیت باشه پاکت ندن، ها خدا هدایتش کنه، چه فایده داره؟ آقا رفت میکروفون از این آمپلیفایر دستی آورد و گذاشت و بزن. گفتم مرسوی 12 شب خونه آپارتمانی 4 تا مستمع، میکروفون میخوای چیکار؟ گفت همسایه ما دیشب سگ آورده بود تا صبح وق میکرد. منم امشب شما رو آوردم حالشو بگیرم. شب و روزگار خوش. حالشو بگیرم. آقای احمد گرشاهی بانوی توحیدی علیکم السلام ورحمت الله. السلام ادب فراوان حضور کنم. عمومی دینی و اعتقاد زندگی هم بفرام. به نهایت دلتنگ برنامه ها شرکت در برنامه ها تام بودم. انشاءالله با توفیق خدا از امشب مجدد با شما خواهم بود. همچون گذشته در دستون زانوی شاگردی خواهم شد. خیلی خوش آمدید. از که تازه ما رو پیدا کردید کمپ کمپ بینندگانمون رو انشاءالله پیدا میکنید. پاسخ نقد شبکه بریا پیرامون نقد شیخ فاتح بر سخنان مهندس حکمتیار. بخش سوم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و موالاه. ما بعد. خب این 1 ساعت اینو شده در آخر برنامه میگذارم. سلام جناب، من یک طالب علم و شاگرد شما هستم از تاجیکستان. با کمک و راهنمایی شما نیاز دارم. ولی شما هیچی ننوشتید. آقای سادات شیعه علیکم السلام. صدا خوبه اما عالی نیست. خدا خیر کنه. بسیار خوب. آقای علی از چابهار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد میکروفون رو اگه میشه آزمایشی عوضش کن، شاید صدا خوب باشه. نه عوضش کردیم فرقی نکرد. از توجهتون خیلی متشکرم و از کاستی ها هم ببخشید. آقای محمد عاطف عرب از افغانستان، صدای شبکه خوب نیست، بند میشه، لطفا اقدام کنید. والا ببخشید نمیدونم چیکار کنم.
آقای اشکنام هدایت شده برای دیدن برنامه تقصیر نیم ساعت باید چند ساعت معطل بمونیم به خاطر اینترنت خراب، اونم همیشه قطع وصل، اعصاباتم داغون میشه. حق دارید، از کار و زندگی هم میمونم. بچه زودتر شبکه رو معمولی کنین. شما اصرار دارید که شبکه SD بشه به جای HD، ولی دوستان ما میگن نه HD بهتره. خانم شاهین از کردستان: ما نماز مغرب رو بخونیم گمان کنیم که اذان دادن، بعد از اذان مغرب بگن داد قضا بشه؟ بله. اگه قبل از وقت خوندید بله داد قضا بشه. آقای موحد احوازی: مقصود شما رو متوجه نشدم. آقای موحد بلوچ: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام. این 59 دقیقه 1 ساعت و میذارمش و بعدم با شما زدان خداحافظی میکنم. خدا حافظ و ناصر شما باشه. السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و موالاه، ما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران بزرگوار، در بخش سوم از پاسخ به ویدیوی شبکه بریا هستیم که ایشان آمدن به اصطلاح خود نقدی که بنده بر سخنان جناب حکمتیار داشتم، ایشان آمدن و جواب داد و به اصطلاح خودشان نقد من را نقد کردن، در حالی که من در برنامه گذشته هم گفتم که نقد ایشان نقد صحیح بخاری و احادیث صحیح هست، نه نقد من. چون تمام مواردی که بیان شده، یعنی اغلبش و اکثرش خصوصا از دقیقه